سلام. امروز قراره با هم خیلی سریع یاد بگیریم چجوری با هوش مصنوعی لئوناردو تصاویر خفن بسازیم، اونم رایگان و بدون محدودیت. اول از همه وارد یه سایت ایمیل موقت میشیم، مثلا از این سایت که راحت کد تایید رو میده و مشکلی هم برای ساخت مجدد ایمیل پیدا نمی‌کنیم. یه ایمیل میگیریم، بعد برمیگردیم توی لئوناردو، گزینه ساین آپ رو میزنیم و ایمیل فیک رو وارد میکنیم. پسورد رو انتخاب میکنیم و ساین آپ میکنیم. حالا از ما کد میخواد. به سایت ایمیل برمیگردیم، کد تایید آماده است کپی کرده و در کادر لئوناردو وارد میکنیم. بعد از ورود میاییم بخش تولید عکس. لئوناردو در حالت رایگان روزی 12 بار عکس تولید میکنه که ما با وارد کردن ایمیل های فیک به طور نامحدود از آن استفاده میکنیم. اینجا میتونی تخیل تو به تصویر تبدیل کنی. تو کادر خالی ایده خودتو مینویسی، مثلا تصویر یک گربه نارنجی در کنار یک خوک صورتی به صورت کارتونی با پشت زمینه یک خانه چوبی روستایی که متنش رو تهیه و جایگزین میکنی. حالا همه چی آماده است. روی تولید میزنیم و چند لحظه صبر میکنیم. اینم شاهکار ما، فقط با چند کلیک یه تصویر حرفه‌ای ساختیم. حالا میتونی این 4 عکس رو ذخیره کنی یا توی پروژه هات استفاده کنی. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید و عضو بشید تا ویدیوهای بعد رو که درباره برنامه‌های رایگان هوش مصنوعی است از دست ندید.